این روزای این ماه سال، تو این فصل سال، همه چیز برزخی میشه. همه چیز تو مرز مرگ و زندگیه. معلوم نیست درختو دارن میمیرن یا میخوابن. معلوم نیست یه بازی تازه داره شروع میشه یا نه اواخر بازیه. و من که دارم بازی میکنم تو آخر بازی میمیرم یا زنده میمونم. همیشه وقتی بازی جدید تو این موقع سال شروع میشه احتمال میدم که آخر بازی از دور حذف میشم. هفته پیش بود که اومد اینجا. خیلی ناراحت بود اما هیچ حرفی نمیزد. انگار از همه بریده بود. یه جایی رو میخواست تنها باشه. یه مهمونی کوچیک بود با چند تا از دوستان. خیلی بهش اصرار کردم بیاد اما نیومد. گفت میخوام تنها باشم. کاش تنهاش نذاشته بودم. پدر مناست. ببخشید. سلام آقای حکیمی. چی شده سریا خانم؟ مونا خودکشی کرده. به مرکز اعلام کنید که یه مورد مشکوک به مرگ مغزی داریم. نتیجه آزمایش‌ها هم براشون بفرستیم. امیدوارم بتونیم رضایت خانواده‌اش رو بگیریم. از آشناهای خانم محسنیه. بدونیم. سلام.
فکر نمی کنم، تو کماست. خب نمیتونم تحمل کنم، دلم میسوزه. درک شرایط، آره گفتنش خیلی ساده است. داره با مأمور آگاهی صحبت میکنه. چه میدونم، همین سوال و جوابای همیشگی. شاید برم. خداحافظ. همش تقصیر من بود. من نباید تنهاش میذاشتم. مهمونی مزخرف. اصلا سر در نمیارم. این قهر و بچه بازی های احمقانه آخرش اینجوری. از کی میخواست انتقام بگیره؟ به حمید خبر دادین؟ بله فرودگاه بود. گفت یه سره میاد اینجا. زحمت میکشه. لابد خیلی همش خوش گذشته. 100 دفعه به منصور گفتم تو این موقعیت این پسره رو نفرست بره مأموریت. میتونست نره اگه شرایط مونا براش اهمیت داشت. نمیدونم. مونا دختر ضعیفی نبود. آقای حکیمی. بله. دکتر معصومی با شما کار دارن. انتهای راه رو سمت چپ. ببخشید مشکلی پیش اومده؟ دوست داشتی؟ بله. آدم باید خیلی بی‌انصاف باشه که خونه دوستش دست به خودکشی بزنه ها نه؟ نمیدونم. اینجور وقتا بیمارستان رضایت میگیره برای اهدای عضو. همه که از زندگی بدشون نمیاد. یعنی تمام جوونای امروزی سر هر چیزی دچار افسردگی میشن. جوونای احمق. بعضی خوب بردن ادای عاشقای دلخسته رو در بیارن. حالش خیلی بده. دیر به یادش افتادی آقای مشکات. سفر خوش گذشت؟ یه فرم احمقانه دادی که من پر کنم گرموش همون تیکه تیکه کنید. اصلا فکر هیچ کنه میکنه. فکر کنه من نخوام احمقم. مونا جان، مونا، منم حمید. صدامو میشنوی؟ بله. آیسیو کجاست؟ سلام. سلام دکتر. سلام. نگفته بودی طرف دست بزن داره؟ چی شده دکتر؟ باور کنید فقط به خاطر شما نذاشتم حراست دخالت کنه. مشکلی پیش اومده؟ من به جای شما بودم یکم بیشتر فکر می‌کردم. آرامش زندگی تو به هم نده. محبوبه
این شازده چی میگه؟ ناراحته. آقاتون یه خورده گرد و خاک کرده. میگم این دختر خوب ماه عسلی واسط درست کرده. فکر نمی‌کردم اینقدر بدجنس باشه. دلم برای نادر میسوزه. دلت واسه خودت بسوزه. فردای سختی داری. چقدر حرف میزنی؟ روپوش منو بده. از من گفتم. میگم چطور کارو تموم کنی؟ کافیه شیر اکسیژن رو ببندی و خلاص. دیوونه. به مونا حق میدم. رقیب قدریه. مزخرف نگو منصور. مونا که مخالف نبود. نمیدونم چرا این کارو کرد. حسادت خصوصا وقتی که بدونن رقیبشون تکنیسیان بیهوشی و بلد چجوری هوش و حواس آدما رو ببره. تو هم وقتی رو بردی یا من دارم از ناراحتی میمیرم. معذرت میخوام نادر جون. خب یا جای من یا جای سلام آقای مشکان. سلام نادر. خواهش می‌کنم بفرمایید راحت باشین. تو این شرایط نادر به یه همدم بیشتر احتیاج داره تا یه دوست. یه خورده دلداریش بدین. داره خودشو از بین میبره. حق دارن، سخته. من درکش میکنم. جدی؟ خوبه. خب پس به نادر بفرمید که همیشه جای امیدواری هست. فقط صبر. بله، شما درست میگید. خب نادر جون، من تماس میگیرم. انشالله به هوش میاد. آخر هر بیهوشی هوشیاریه. اینطوریست خانم؟ حتما، انشالله. قوی باش. خدا حافظ. ببخشید چند لحظه. اگه بهش مسکنی آرام بخشی چیزی بدین خورده آروم بشه. بله، چشم. البته مراقب دوستش باشین. یه وقت خدایی نکرده آدم دیگه یه وقت ممکنه. بله. و یه خواهش، نگرانی نادر نگرانی منم هست. شاید نتونم مثل نادر سر بزنم. ما رو بیخبر نذاریم. من یه کارمند خوب از دست دادم. هرچند دیگه این اواخر به شرکتم نمی اومد. خدا نگهدار. بفرما. اینم کاخ تنهایی من. تا هر وقت که دلت خواست میتونی اینجا بمونی. وای چقدر قشنگه. همیشه دلم خواست یه خونه نقلی مثل اینجا داشته باشم. ثریا مجردی بهتره نه؟ چرا که نه؟ خصوصا وقتی از چنگ یه دیو خلاص بشی. گرچه همه مردم دیو نیستن، توشون فرشتن پیدا میشه مگه نه؟ فکر نمی کنم همشون دیون. البته نه فقط به اون دلیل که تو فکر میکنی. مگه من چجوری فکر میکنم؟ آخه تو قضیه رو یه ذره هندی میبینی. اون تو که قضیه رو خیلی اروپایی میبینی. بگو ببینم. من توی برزخم. کاش یا فردا از خواب بیدار نشم، یا اگه بیدار میشم ببینم همش یه کابوس بوده. باید همه چیزو برام تعریف کنی. به وقتش. خیلی تودار بود. هیچ وقت هیچی نگفت. مدام چسبیده بود به کامپیوترش. اصلا سر در نمی آوردم داره چی کار میکنه. اون کامپیوتر پیش توه؟ خب آره. میتونم یه خواهشی ازت بکنم؟ نه اصلا فکرشم نکن. ثریا خواهش میکنم، برام مهمه. نمیتونم، امانته. میخوای التماس کنم؟ التماس کردنم بلدی؟ اگه لازم باشه آره، به خاطر مونا آره. بله. خودم هم نمیدونم چرا این کار برات انجام میدم. میدونم که مونا راضی نیست. باید سر در بیارم.
مونا چرا این کارو کرد؟ ما با هم عقد کرده بودیم ولی من فرصت نکردم درست بشناسمش. میخوام بدونم چی باعث شد. فکر می‌کنی چیزی این تو پیدا کنی؟ شاید. فقط یاد نباید کسی بوی از ماجرا ببره. نمیخوام مونا اگر خوب شد ازم متنفر بشه. بهت قول میدم. مثل همیشه؟ میدونم ازم متنفری. واقعا؟ فکر میکردم فراموش کردی. فراموش کن. فقط یه سوال. دیر وقته. از وقتی که مونا اومد پیش تو میدونم چی میخوای بگی. خیلی دلم میخواست بهش بگم اما نگفتم. نه به خاطر تو، به خاطر خودم. میفهمم. شب بخیر. ممنون. سلام. کجایی بابا؟ از صبح منتظرتیم. سلام. کجام بابا؟ دنبال کارهای شرکت. دلمون خوشه 2 روز مرخصی گرفتیم با خودمون برسیم. اگه شد من آدمم دیگه. حالا قبل از اینکه ثابت بشه آدمی، فعلا ترتیب اینا رو بده. با همش موافقت شد. فقط تا پس فردا بعد بروشور، پوستر، کاتالوگ شده روی میزش آماده باشه. اینا هیچ کدومشون کامل نیستن. کلی کار بعد روشون انجام بدن. نگاه کن فعلا که کامل. باز کی دست برده تو کارای من؟ همش 2 روز نبودم ها. باز یکی خواسته هنرنمایی کنه خودی نشون بده. این چه افتضاحیه؟ چیه حمید خان؟ باز داری سخنرانی میکنی؟ سلام. سلام. خانم مگه بهش نگفتین عجله داریم؟ مهمونای خارجی 2 روز دیگه اینجان. میخوای چیکار کنی؟ با آبرو شرکت بازی کنی؟ اما جا من باید بدونم اینجا چه خبره. اینا نگاه کنید. اینا واقعا مورد تایید شماست. تقصیر منه یا این مرخصی بی وقت جناب عالی؟ حالم طوری نشده تا پس فردا وقت داری. اینا با سلیقه هنری سرکار در تضاده، عوضشون کن. من پس فردا همه اینا رو چاپ شده رو میزم میخوام. بله باشه چشم. خانم موبایل حکیمی رو بگیریم من باش صحبت کنم. یه دقیقه اینجا ببینم. حالا این شاهکار کار کی هست؟ مگه ندیدیش؟ کیو؟ نه. همکار جدید تو. من به شما گفتم همکار میخوام. حالا چرا براق میشی؟ قضیه همون طراحی سایت شرکت که قبلا صحبتشو کردیم. که منم گفتم رضا میتونه. رضا هنو بچه است. اولا که رضا بچه نیست و 16 سالشه. به قول خودش آخر کامپیوتر. ثانیاً من نمیفهمم طراحی سایت چه ربطی به این فضولیات؟ من نمیدونم مرحوم برادرم اخلاق گنده تو رو چجوری تحمل میکرد. دوست ندارم کسی تو کارم دخالت کنه. خیلی گوش تلخی. حالا برو 2 کلمه باهاش صحبت کن، با هم آشنا بشین، بعد بهت میگم اون کیو چرا من دستشو گرفتم. فکر میکردم دیدیش. بله آره وصلش کن. سلام نادر جون. آره تماس گرفتم این سری به شرکت به لیست داروها رو بدم. روشون یه مقداری بازاریابی کنی ببینم اوضاع چطوره. از اونام فکر میکنم 300-400 تایی باشه هنوز. نمیری؟ شما گفتی بیا. برو بعدا صحبت میکنیم. پس فردا فراموش نشو. چشم خیالتون راحت باشه. بله. الو. الو.
میکنیم اینو بسما چی؟ سلام. سلام. شما باید آقای مشکات باشین درسته؟ بله. خوشبختم. منم حکیمی هستم. مونا حکیمی. همکار جدید شما. خواهش میکنم. خیلی خوشبختم. راستش من تصور نمیکردم که یعنی در واقع فکر میکردم که آقا. نگفته بودم به شما؟ چرا؟ یعنی نه میدونین آقای مشکات شما با خانم مشکل دارین؟ نه. ای وای ببخشید میخوایم بگم براتون یه چای بریزن؟ نه ممنونم. من هر وقت بخوام خودم میارم. خیلی مزخرف شده نه؟ خب البته مزخرف که نه. شما نمیشینید؟ چرا اتفاقا داشتم یه نرم افزار نصب میکردم. البته برای شروع کارم. بس من جای شما نشستم. نه تو رو خدا اختیار دارین. البته میتونم که جای شماست ولی خب همین یه کامپیوتر اینجا بیشتر نیست دیگه. گفتن که قراره که تهیه کنن. اینجا از این حرفا زیاد میزنن. شما راحت بشین کار کنید. ممنون. من فکر میکنم شما یه علاقه خاصی باید به فصل پاییز داشته باشی نه؟ معذرت میخوام آخه من صفحه خالی متنفرم. بعدش هم خب من خیلی پاییز رو دوست دارم. آخه تو پاییز به دنیا آمدم. چه جالب. منم پاییز دنیا اومدم. چه ماهی دنیا اومدین شما؟ آبان. من مهر. پس مرخصیتون برای تولدتون بود درسته؟ آره. معمولا سالی 1-2 روز میرم محل تولدم. میدونین برام یه جور احساس تولد دوباره است. چه جالب. خب با اجازهتون من برم تا دیر نشده اینا رو بدم برای چاپ. جدی میخواین همینا رو چاپ کنی؟ چه اشکالی داره؟ خیلی طرحهای خوبی هست. آخه من فقط تکمیلشون کردم. طرح اولی از خودتون بوده. مثل اینکه به خیر گذشته. بفرمایید. این هم اطلاعاتی که میخواستیم. سایت کی راه میفته؟ خانم قربانی نگفتم خوش شانسم. چی شده؟ آقای مشکات با طرحهای من موافقت کردن. میخوان که بدم برای چاپ. جدی؟ اونجوری که شما از اتاق زدی بیرون گفتم الان میره خانم حکیمی از پنجره پرت میکنه بیرون. آقای مشکات لزومی نداره اگه از طرح خوشتون نیومده بدین برای چاپا میتونین تغییرش بدین. نه میدونین من فقط ناراحت شده بودم از اینکه کسی تو کارم دخالت کرده بود. خب موضوع اینه که بهم نگفته بودن کسی که دخالت کرده متولد پاییزه. یعنی پاییز انقدر برای شما مهمه؟ معلومه. فعلا ببخشید خدا. سلام داداش. سلام. مونا خانم حالش خوبه؟ نه. خیلی بده. این چیه؟ مال موناست. قدیمیه ولی خیلی خوب کار میکنه. موسشو
خیلی حالش بده نه؟ آره. تو امروز چی کاره ای؟ صبح که خونه اصلا میرم کلاس. میتونی نگاه بهش بندازی؟ خرابه؟ نه، میخوام دل و روده اطلاعاتشو در بیاری بدون اینکه چیزی پاک بشه. میتونی؟ آره خوب. همه چی دیگه. همه چی؟ کارت اینترنت داری؟ آره 3-4 ساعتی دارم. پس یه نگاه به ایمیلاش بنداز. باشه. پسورد چیه؟ موقع کامپیوتر تویی؟ پسورد منو چجوری فهمیدی؟ رضا چیزی پاک نشو. نه خیالت راحت باشه. خانم محسنی سلام، من مشکات هستم. خبر خوش چی داری خانم؟ علامتی، نشونه هوشیاری، چیزی که امیدوار کننده باشه. عجب. نادر کجاست؟ کار خوبی کرده. واقعا با این وضعیت موندنش اونجا بیفایده است. بیشتر عذاب میکشه. باشه من بهش سر میزنم. خدا حافظ. کی بود؟ خانم محبوبه محسنی. گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگزیدم که مپرس. نادر خانه دیگه. از مونا خبری داشت؟ خبری بی خبری. در آستانه خواب ابدی. این چیه؟ در روز مرخصی؟ چه خبره؟ مجنون بازی هم حدی داره. بگو موافقت نشد. بعد باش صحبت کنی. خیلی به هم ریخته است. خطریه؟ تا خطر رو چی ترجمه کنیم؟ ترجمه شما چیه؟ من مترجم نیستم، ویراستارم. غلطگیر. غلط کرده. الو حمید، بیا ببینم جریان این در روز مرخصی چیه. کلی کار داریم بشر. بابا عجب پا قدمی داشت این دختره. این دختره از همون اول شوم بود. به خدا اگه خاطر نادر نبود. من اصلا شومم. اینو میدونستی؟ جدی میگم. دایی بدونی من تا حالا سر چند تا روزنامه رو خوردم. اصلا همین حضور من مصادف بوده با تعطیلی روزنامه. باورت میشه؟ یعنی تو واقعا خبرنگار بودی؟ با 2 سال پیش جایزه‌شو گرفتم. تو اصلا مثل که تو این وادیا نیستی ها. راستش نه زیاد، میدونی کار خودم هم به زور انجام. خیلی خوب. پس نمیدونی با چه عجوبه آشنا شدی؟ یه اوریانا فالچی کله خر. این آخریشو فهمیدم. خوبه. میدونی من تعجب میکنم، یعنی در واقع ذره برات نگرانم. این چیزایی که تو میگی عجیبه، تا حالا نخواستن سرت زیر آب کنن. از کجا میدونی که نخواستن سرم زیر آب کنم؟ تقریبا 3 ماه پیش تو ماشینم یه مار پیدا شد. به خاطر همین بابام دیگه نذاشت که برم سر کار. دستمو گذاشت تو دست آقای مشکات، گفت تحت نظر.
جدی که نمیگی؟ چرا؟ تو فکر میکنی من الان احساس امنیت میکنم؟ مونا چه کار میکنی؟ همنه مونا چه کار میکنی؟ همنه مگه نه؟ یکی فیلمشو دیده بوده. زندگی مثل فیلمه. اصلا کمدی تراژدی درامش مهم نیست، مهم نقشی که بازی میکنی. یا برات نوشتن که بازی کنی. شاید. سلام رضا، خوبی؟ صبر کن یه دقیقه. گوشی بگو. الو بگو، صدات میاد. چی؟ چیزی پیدا کردی؟ آها دارم میشنوم. آها خب پس تو خبرشو به من بده. خداحافظ. سلام. خفه نشی؟ چی پیدا کردی؟ خب این درایو رو ببین، ظرفیتش چقدره؟ 1.8 گیگ. حالا ظرفیت کل فایلایی که تو این درایون چقدره؟ 1.5 گیگ. خب این یعنی چی؟ یعنی که یه تعداد از فایلای این درایو هاید شدن، یعنی محو شدن. آخر کامپیوتر کاری نداره که از منوی ویو برو ظاهرشون کن. مشکل هم اینجاست، به روش معمولی که هاید نشدن که، از یه نرم افزار خاص استفاده شده. ببین نرم افزارش اینه. اینا. روش کارش چیه؟ مشخصات فایلی رو که میخوای دیده نشه بهش میدی، یه کلمه رمز هم براش تعریف میکنی. بعد اگه خواستی دوباره ظاهرشون کنی، خب کلمه رمز رو میدی، ظاهر میشه دیگه. که رمزش هم ما نمیدونیم، فقط مونا خانم میدونه. هیچ جوری نمیشه پیداش کرد. خب یه کارایی میشه کرد، اما خب زمان میبره ها. میتونی یا نمیتونی؟ اینو بگو. سعی خودمو میکنم. نمیتونستی شب که میام خونه بهم بگی؟ یه چیز دیگه هم هست. ایمیلای فدایت شوم و چرا رفتی، چرا بر نمیگردی و... خیلی خوب. میلای تهدیدآمیزم تا دلت بخواد، انواع اقسام تهدید. از همه مهمتر میلای یه شخصی که توی یه ماه گذشته باش ارتباط داشته، با هم قرار ملاقات میذاشتن برای رد و بدل کردن یه سری اطلاعات. همون شخص امروز براش ایمیل فرستاده. خب احتمالاً نمیدونسته برای مونا خانم چه اتفاقی افتاده، چون از اون خواسته ساعت 4 باش ملاقات کنه تو پارک شفق. کجای پارک؟ چیزی که ننوشته. همین الان یه میل بهش بزن، از قول مونا بنویس مریضه، نمیتونه بیاد، نامزدشو میفرسته، مشخصات لباس و قد و قواره منو بنویس. باشه. این قضیه کم کم داره مشکوک میشه. اینا رو قبلا دیدی؟ چی هست؟ یه چیز شبیه خاطرات، چیزایی که خوشحال یا ناراحتش کرد.
چای میخوری؟ آره نمیدونستم باید دلم براش میسوخت یا ازش متنفر میشدم. چرا ما آدم اینجوری هستیم؟ حالا هر چقدر تحصیل کرده و با سواد و فرهنگی، عقل میگه عین سواد، اصلا باجه. اما این خودخواهی و چیزی شبیه حسادت احمقانه و بدوی، تفلک بابا چقدر سرخ و سفید شد، چقدر تته پته کرد تا تونست حرفشو بزنه. و من اونقدر دلم سوخت که نتونستم بدجنس باشم. هرچند خوشم نیومد، هنوزم نمیاد. اما بابا چه گناهی داشت؟ اون عاشق شده بود. خب بقیهش بابا. خب همش همین بود دیگه. میخواستم نظر تو رو بدونم. خوب کاری کردین دعوتش کردین بابا جون. خیلی دلم میخواستی ملکه خوشبخت رو ببینم. فکر میکنم باید خیلی خانوم باشه که بعد از این همه سال تونسته بابای خوب منو اسیر خودش کنه، نه؟ من پدر خوبی نیستم، نه؟ این چه حرفیه میزنین پدر من؟ این حق طبیعی شماست. من از روح مادرت خجالت میکشم. مادرم هم راضیه. مگه نه ماما؟ با اجازه بزرگترا؟ بله. خانم بخشناس هم هستن. بفرمایید. سلام، محبوبه هستم. منم مونا هستم. خوش اومدین، منتظرتون بودم. چرا زحمت کشیدین؟ سلام. از گل آفتابگردون خیلی خوشش میاد. بله. دوستش داشتی؟ هنوزم دارم. جوری حرف میزنین انگار که دیگه وجود نداره. وجود داره؟ باورش مشکله. خیلی ناامیدیم. از واقعیت نمیشه فرار کرد. میشه؟ جلوتر از واقعیت هم نمیشه حرکت کرد. درسته؟ نصف بیشتر مردم نمیدونن مرگ مغزی یعنی چی. سلام.
موندم من آدم خوششانسی هم یا بدشانس. خیلی بهش فکر نکن. ماشینت کو؟ طبق معمول تعمیرگاه. مزاحم نباشم. مزاحم نیستی، مسیرمون یکیه. چی شد؟ طرف اومد؟ نه. شروع کن زود باش. سرکاری بود. تو چی کار کردی؟ 9 تا فایلی که هایت شدن، هر کدومم با یه رمز. با بدبختی تونستم رمز یکیشون رو پیدا کنم. یه چیز تو مایه‌های همونایی که طالبت نشون دادم. خاطرات. حتما براش مهم بودی که هایدشون کرده. خاطرات چه زمانی؟ آخرش مربوط به یه چیز حدود 6 ماه پیشه. خودمونی ما این مونا خانم هم عجب عجوبه‌ای بوده و ما نمیدونستیم. تا حالش هم قاچاقی زنده مونده. چطور؟ حالا خودت متوجه میشی. حالا میشه خون؟ آره؟ اونجا نه. من با اون کامپیوتر کار دارم. ریختم تو کامپیوتر خودت راحت بخونیش. این چه فیلمی هست؟ برنده منم یادشه؟ نمیدونم. خیلی باحاله. امروز بعد از ظهر از خستگی خوابم بود. مثل یه مرده افتادم. مرده شور خواب بعد از ظهر رو ببرن. هرچه این چند ماه به سرم اومده بود مثل یه کابوس آوار شد رو سرم. این فیلم های روانی. همه چیز دفرمه و وحشتناک. حتی سرم. وقتی بیدار شدم نمیدونستم در چه زمان و مکانی هستم. از اینکه همه چیز کابوس بود نفس راحتی کشیدم. به شدت احساس تشنگی میکردم. دو ماه خونه نشینی اعصابم رو به شدت به هم ریخته بود. اما مثل همیشه بابا بود که از این وضعیت نجات داد. سلام. گل برای دختر گلم. چیه بابا دوباره نشستی؟ چرا اینقدر قصه میخوری؟ دل بابا رو خون کردی؟ باشه عزیزم. احساس میکنم اون تنفری که درونم ریشه دونده بود نرم نرمک داره جاشو با یک آرامش خلس‌آور عوض میکنه. بابا فوق‌العاده است. بیا طرف داره پی ام میده. ارتباط برقرار شده. تا حالا 10 تا سلام داده. جوابشو بده. بپرس چرا نیومدی سر قرار. نامزدت عجب آدم احمقیه. چرا انقدر تابلو رفتار میکرد؟ جد و آبادته. بنویسم؟ نه خیر. بنویس بهش تذکر میدم عادی باشه.
قرار بعدی کی کجا؟ همون کافی شاپ همیشگی، فردا ساعت 10. کدوم کافی شاپ؟ نمیدونم. بنویس اون کافی شاپ خطریه، لو رفته. فردا همون ساعت بیا کافی شاپ آناناس تو قلهک. آناناس تو قلهک. مثل اینکه یه چیزی میشه. منم منظورم همون کافی شاپ دیگه. زایه شد بدجور. بنویس ببخشید قاطی کردم. انگار حماقت این پسر نامزدم رو منم تاثیر گذاشته. اینم بنویسم؟ آره بنویس. فردا میبینمت. خداحافظ. خداحافظ کن، زود بیا بیرون که گندش نزدیک بود در بیاد. ببینم کافی شاپ قطعی بود. آناناس دیگه چیه؟ همینجوری اومد تو ذهنم. با مونا وقتی میخواستیم ول خرجی کنیم میرفتیم اونجا. سلام. حال شما؟ خیلی خوش آمدید. کم به ما سر یوانا گرفتاریای کاری. من یه قهوه میخورم، منتظرم. با شیر؟ بدون شیر. حتما. بفرمایید پاکتم مال شماست، فراموش کرده بودم. کی اینو داد به شما؟ پیک آورده بود، آدرس اینجا رو بهش داده بودن 1 ساعت پیش. نباید میگرفتیم؟ چرا خیلی ممنون. خبری نیست؟ چه خبری؟ از بیمارستان؟ صبح نبودی فکر کردم رفتی بیمارستان؟ نه، سرم درد میکرد، موندم کمی استراحت کردم. خسته ای؟ این پسر حمید اعصابم ریخته به هم. 2 روز رفته نه تماسی خبری. چی کار میکنه؟ از من میپرسی؟ تماس نگرفته؟ اگه تماس گرفته بود که بهت میگفتم. شاید امشب یه سر برم خونه‌شون، بعد باش حرف زدم. باید یه جوری از دلش در بیارم. نگرانم. جای نگرانی نیست. خیلی مطمئنی؟ بله بله گوشی همون سربان اون شبیه است، از آگاهی. بس کن تو اتاقم. خب امشب چرا ربطی به عمو داره؟ خیلی خب باشه، گفتم باشه. خداحافظ. سلام خوبی؟ چی شد یارو اومد؟ زرنگتر از این حرف هست، خودشو نشون نمیده.
اینو برام فرسته. وای این عکس‌ها دیگه چقدر وحشتناکه. نمیدونم قضیه چیه، فقط خدا کنه سرکاری نباشه. منطقش اینه که باید یه رابطه‌ای بین این عکس‌ها و قهر کردن مونا از تو خانواده‌اش پیدا کنه. حرف بی خود نزن. همه چیو که نمیشه به هم ربط داد. امشب مهمون داریم. مهمون؟ نمیدونم چی شده که عمو یاد برادرزاده‌هاش افتاده. پس امشب تحقیق و تفحص تعطیله دیگه. اتفاقا همینو میخوام بهت بگم. نباید بفهمی کامپیوتر مونا پیش ماست. خب؟ چرا؟ اینقدر سوال نکن، حتما یه دلیلی دارم دیگه. حالا خوب خودت هم نمیدونی ها، دعوا نداره که. این پسر پیداش نشد. میاد، شما چایتون رو بخورین. میگم رضا حسابی کدوانه شدی؟ منتظر مهمون بودی؟ نه. یعنی اینجا همیشه همینطوریه؟ تر و تمیز، میوه، شیرینی، ها؟ تقریبا. باریکلا باریکلا. از شما بعیده. زنمو بچه ها چطورن عمو جان؟ اونا هم بد نیستن، نمیاین بهشون سر بزنین. غریبه ها بیشتر احوال ما رو میپرسن. درس و کلاس عمو جان، وقت واسه آدم نمیذاره که. بی خبر؟ طوری شده؟ هنوز نه. خوش اومدی. یه قهوه لطفا.
سلام. نه خونه نیستم، آخر شب میرم توی یه کافی شاپ. باشه بیا. کلید داری؟ چه عجب. الو سلام. داداش همین گوشی دستت ببینم رضا چی میگه. چیه؟ طرف میل زده. بازم قرار؟ آره فردا ساعت 11. ناصر خسرو. ناصر خسرو؟ کجای ناصر خسرو؟ چیزی ننوشته. مسخره شو در آورده. چرا اونجا؟ الو ببخش منتظر موندی. من به انتظار عادت کردم. خب حالا چی شده؟ نمیخوای بگی نگو. چرا بهانه میاری؟ میدونم من غریبم، همیشه غریبه بودم. دانشکده یادته؟ قدر نگاهات سرد بود که هیچ وقت فکر نمی کردم یه روزی بتونه به یه کسی نگاه محبت آمیز بندازی. از این حرفا خوشت نمیاد؟ داره میخوای برات شعر بخونم؟ از کدوم شاعر خوشت میاد؟ سپهری، شاملو، اخوان، مشیری، اصلا ببینم رحمانی چطوره؟ تا به خواهمت ای خواستنی از خود میبایدم گذشت. چه بیم از ظلمت این چنین که چشمهای تو ستاره بارانم میکنند. باز بخونم؟ خستم، میخوام استراحت کنم. خواهش میکنم. خداحافظ. سلام. خوش گذشت؟ حوصله خونه رو نداشتم، رفتم بیرون یکم قدم زدم، بعدم رفتم یه جای شام خوردم. خوبه؟ هم از مزایای مجردی استفاده میکنی هم از مواهب متأهلی. 2 سال زمان کمی نیست. قرار ما چیز دیگه ای بود. با مخفی کاری نمیشه زندگی کرد. گرچه برای تو که بند نشد. یه صیغه محرمیت حاجی مکه. همه چی به وقتش درست میشه. آره درست میشه، اما تا گوساله گاو بشه دل صاحبش آب میشه. الان شرایط جور نیست. اصلا میدونی تصمیم گرفتم تو رو بفرستم خارج. اینطوری برای هر دومون بهتره. کارهای اینجا هم که راستوریز شد خودم میام پیشت. دیگه خسته شدم. اگه قبول نکنم چی؟ اون وقت فکر میکنم تو مغزت افکاریه که از من پنهون میکنی. تو همه رازهای زندگی منو میدونی. من همیشه با تو رو راست بودم. اینطور نیست؟ خب آره. خوبه. چیزی میخوری؟ نه اشتها ندارم. کامپیوتر این دختره رو ندیدم. گفتم که جاش امنه. درست نبود تو چشم باشه.
نمیتونم ثریا رو در یک کلمه تعریف کنم. شاید این خصلت همه آدماییه که زندگی سختی داشتن. با خونسردی تمام از خیانتی که شوهرش در حقش کرده حرف میزنه. فقط یه بار گریه کرد. یاد بچه‌ای افتاده بود که بعد از خیانت شوهرش سخت کرده. من اینو نمیدونستم و امشب گفت از مرگ شوهرش خیلی خوشحال شده و شاید همین خوشحالی بوده که چند ماه مدام پلیس از او بازجویی میکرده، چون فکر میکرده اون شوهر سابقش رو کشته. وقتی امشب یاد خودم افتادم و خیانتی که در حقم شده، نظرش رو خواستم تا در تصمیمی که گرفته بودم جدی‌تر عمل کنم. راستش حرفاش منو ترسوند. با شک پلیس منطقی بوده. بذار خیالت راحت کنم. اگه کسی بخواد به احساسات من خیانت کنه، حالا هر کی میخواد باشه، منم باش بازی میکنم. بازی مرگ. میدونی آدم ها مثل مهرهای شطرنجن. بعضیا سربازن، بعضیا مهرهای اصلی. همیشه سعی کن جزو مهرهای اصلی باشی، چون بازی که شروع بشه اولین مهره‌ای که فدا میشه سربازه. من هیچ وقت مهره نبودم. از مهره بودنم متنفرم. کار من افشای مهرهای کثیفه. تو فکر می‌کنی مهرهای کثیف همینجوری میشینن تا تو افشاشون کنی؟ هیچ وقت تجربه قبلی رو که داشتی فراموش نکن. من ساکت نمیشینم، حتی اگه لازم باشه نزدیکترین کسم رو قربانی کنم. تو آزادی برای انتخاب کردن، قربانی شدن یا قربانی کردن. مسئله اینه. بیشتر از اینم وقت ندارم با کله خری مثل تو سر کله بزنم. اوه 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 اوه، مهمونی بازی شروع شد. میبینمت. چیه؟ اگه زود بیایی آره، اگه دیر بیایی نه، چون خستم میخوام بخوابم. زود میام. خداحافظ. چند لحظه چیه؟ بیا این هم داری که میخواستی. من میخواستم؟ داره دیگه، نشون شما رو داده بودم. کی؟ من چه میدونم، دارو رو میخوای یا نه؟ کجایی؟ دارو رو میخوای یا نه؟ آره میخوام. 100 چوب تراولم قبوله. 100,000 تومان واسه این؟ نه 100 تا تک تومانی. تو باغ نیستی؟ بیا.
چرا بی خبر؟ باید اعلامیه چاپ میکردم. چیه؟ توپت پره. ریختم به هم. مربوط به مناست؟ شاید. مرموز حرف میزنی؟ پیداش کردی؟ چیو؟ همون که دنبالش میگشتی. خوب کار شده. طرح بسته‌بندی رو میگم، تو کار کردی؟ آره من کار کردم. از اون گروناست. به خصوص وقتی تو ناصر خسرو توضیح بشه. آره از اون گروناست. خب تو ناصر خسرو همه چیز چند برابره. حالا چرا ناصر خسرو؟ تو بگو. چیه؟ فکر کردی من کیم؟ یه منشی ساده که ارزش دل بستن نداره، ولی میشه ازش استفاده کرد، ازش اطلاعات گرفت، سر کارش گذاشت. من الان نه وقت خندیدن دارم نه وقت حرف مفت زدن. عجله دارم باید برم. احساس میکنم دارم فسیل میشم. میخوام بزنم تو کار آزاد. یه داروخانه کوچیک بغل درمونگاه. جاشم دیدم. جوری فایده نداره. دنبال پا میگردم. هستی؟ راجبش فکر میکنم. دیگه فکر کردن نداره. مگه عمود تو کار دارو نیست؟ خب باش صحبت بکن. میشیم یه پای ثابت فروش داروهاش. بعد عمود از ما سود کمتری میگیره. باشه بابا. جواب اینا رو کی بهم میدی؟ خیلی عجله داری؟ حیاتیه. سرم خیلی شلوغه. تو راجع پیشنهاد من فکر کن. با عمود هم صحبت کن. من بهت زنگ میزنم. فقط بین خودمون باشه. چه؟ بمب اتمه؟ جام. بهت زنگ میزنم. دست درد نکنه. خداحافظ. بله. سلام. چی شده؟ چی؟ الان ایمیلش رسید. یه ساعت دیگه تو هم کافی شاپ. باش. حواسم هست. خداحافظ. روزنامه آخرین خبر روزنامه. دست شما درد نکنید. بفرم. من روزنامه نمیخوام. خیلی مخلصی. من به اندازه کافی واسه این گزارش تو دردسر افتادم. که نمیگیره. این گزارش پارس چی شده سی؟ تنبیه، تشویق، توقیف، تکذیب، هر چیزی که فکر بکنی. مونا من با خودش کشون توی بازی. الان معلوم نیست اصلا کجا هست. رو تخت بیمارستان تو کما. کما. خودکشی کردی. خودکشی؟ این مقاله کار شماست نه؟ مونا از یه جنایت انسانی حرف میزد که
ممکن بود سطح گسترده تری در بر بگیره. میگفت این گزارش فعلا میتونه یه هشدار باشه. اون دنبال تکمیل مدارکی بود که دست عاملین اصلی رو کنه. تازه فهمیده بودم منظورمون از جنایت چی. بیمارایی که به امید درمان دارو مصرف کرده بودن حالا با مرگ دست و پنجه نرم می‌کردن و هیچ راه علاجی وجود نداشت. چه خبر؟ یه چیزی از تاریخ گذشته اونورتر پسر خوب، اینا فاسدن. مصرفشون خطرناکه مصرفشون. آره بابا. راجع به پیشنهاد من فکر کردی؟ نه هنوز نه. باشه حالا باید تماس میگیرم. خداحافظ. سلام ثریا، خوبی؟ کجایی؟ ببین من همین الان باید ببینمت، باید حرف بزنم. خیلی خوب. آره میدونم. باشه پس. ساعت 6. طوری شده؟ نه فکر کردم صدام زدی. خیلی جای دنجیه. گامونا زیاد اینجا میمده نه؟ همون جایی که تو نشستی دقیقاً همونجا جای ما هست. ناراحت باشم؟ مثل که تو بیشتر ناراحتی. این طرز صحبت کردن با یه خانوم نیست، خصوصا این که قبلا بس کن بابا. میخوای بهت بگم اشتباه کردم؟ راضی میشی؟ خیلی خوب اشتباه کردم. من فکر میکردم این موضوع برای تو تموم شده است. تو از زمان دانشکده تا حالا هیچ تغییری نکردی. عجیب نیست؟ چی خیال کردی؟ خیلی خودتو بالا گرفتی. همچین آش دهنسوزی هم نیستی. من خر بودم، هنوزم هستم، دست خودم نیست. جواب سوال منو میخوای بهم بدی یا نه؟ خیلی عجله داری؟ معلومه که عجله دارم. یه فکری مثل خورد داره وجودمو میخوره. چقدر شکل مونا شدی وقتی عصبانی میشد. ثریا خواهش میکنم. نمیدونم. تو منشی اون شرکتی، چطور نمیدونی؟ تو هم برادرزاده مدیر عامل شرکتی. این شد دلیل؟ ولی من میدونم تو چته. میترسی. تو رو خدا اینجوری نگو، به رگ غیرتم بر میخوره. میدونی چیه؟ من دارم وقتم رو تلف میکنم. خداحافظ. بشین. خب 2 محموله بود مال پارسال. یکیش گفتن که تاریخ گذشته است، فاسد شده، مردوش کردن. آخه به من بگو ببینم چطور ممکنه یه شرکت معتبر خارجی داروهای فاسد بفرسته؟ از خودش بپرس. وقت همه اون محموله فاسد همش برگشت خورده، مردو شده. تو مطمئنی؟ مدارک اینو نشون میده. به منم اینجوری گفتن.
نکشته. پس آخه این چیه ها؟ این طرح روی جلدی که از من خواستن این چیه؟ عزیز من اینو تو کشیدی، از من میپرسی؟ من کاری به این کاراش نداشتم. خب منم ندارم. بازاریاب داروها کی بود؟ بابای مونا، آقای حکیمی. حدس میزدم. مونا این قضیه رو فهمیده بود نه؟ فکر میکنم خودکشی کرد که از همه انتقام بگیره. تو جای اون بودی چی کار میکردی؟ نمیدونم، ولی خودمو نمیکشتم. آی خدایا، اگه عمو منصور داروهای فاصله برداشته باشه. خب حالا چی کار میکنی؟ عمو تو میکشی؟ بکشم؟ چرا؟ من منظور تو رو نمیفهمم. تو جرأت فهمیدنشو نداری، تو جرأت هیچ کاری نداری، حتی انتقام. میخواد همه اطلاعات رو بفرسته روی سایت. منصرفش کن. تصمیم خودشو گرفته. اهمیت موضوع رو براش توضیح بده. بهش بگو این کار میتونه سرشو به باد بده. تصمیم خودشو گرفته. خب پس بهش بگو پشت این قضیه. بهش بگو مشکاتی مهره است. تصمیم خودشو گرفته. بهش بگو پرونده سابقش هنوز بازه. آرام بخش زیاد میخوره؟ تقریبا هر روز. منزلمون یه مهمونی یه چیزی جور کن، بعدش با من تماس بگیر. من نمیتونم. بچه نشو، آیا هر دومون گیره. گفتم من نمیتونم. اگه من نابود شم تو هم نابودی. فکر میکنم اینو میفهمی. برش دار. من واقعا دلیلی برای این درخواست شما نمیبینم. به هر حال ما امشب عمل رو شروع میکنیم، مگه اینکه کتباً به ما ابلاغ بشه. ما به سختی تونستیم پدرش رو راضی بکنیم برای اهدای بازی. اون بیرون آدمایی هستن که منتظر این عملن. ما حق نداریم این شانس رو ازشون بگیریم. نگه داشتن منام تو این وضعیت یعنی ریسک بالا. من اصلا موافقت نمی‌کنم. فکر کنید ما تنها کسایی هستیم که به خاطر یه مقدار سود بیشتر درصدی از داروهامون رو وارد بازار سیاه میکنیم؟ نه واقعا فکر میکنی دختر من انقدر احساساتی و احمقه که به خاطر یه همچین موضوع پیش پا افتاده‌ای دست به خودکشی بزنه؟ آخه این که همه داستان نیست. داروهایی که شما وارد بازار سیاه کردین همشون تاریخ مصرف گذشته و فاسد بودن. فاسد؟ دروغه. شما واقعا نمیدونستین؟ دروغه. 2 محموله از این داروها وارد شرکت شده. یکی از این محموله ها داروهاش تاریخ مصرف گذشته و فاسد بودن. همش مرجوع شد. همش برگشت خورده.
آخه شما مطمئنی؟ منصور کثافت، منشیش به من دروغ گفت. خودش هم نمیدونسته. کی؟ اون زن منصوره، از تمام جیک و پیکش خبر داره. چی؟ ثریا زن عمو منصور؟ پس بگو اون همه دست و دلبازی، اون همه رفیق بازی، نارفیق، با همین دستای خودم خفت میکنم. ترسیدم. ببینم تو نسبتی با دراکولا نداری؟ ممکنه خودش باشم. بعید نیست. چیه؟ به هم ریخته ای؟ اومدم کامپیوتر اون دختره رو ببرم ولی پیداش نکردم. تو حالا چقدر گیر داده به کامپیوتر؟ من که بهت گفتم جاش امنه. مثلا کجا؟ چه؟ دیگه به من اعتماد نداری؟ باید داشته باشم. مزخرف نگو. بچه اون کامپیوتر خونه حمید پیدا کردن. تو از چی میترسی؟ تو که گفتی تمام اطلاعاتشو پاک کردی. بعدم کافی بود به یه چیزی پیله کنه منم بهش ندم. وقت به همه چیز شک میکرد. قیافه من به احمقا شبیه؟ حمید چیزی نمیدونه. اما تو سعی کردی همه چیزو بهش بگی. قرار امروز تو کافی شاپ برای چی بود؟ تو دیوونه شدی. وقتی فهمیدم تا حالا یه ما رو تو آستینم نگه داشتم دیوونه شدم. منظورتو نمیفهمم. تو آدم باهوشی بودی. کم عقلی از من بود. باید خیلی زودتر از اینا میفهمیدم. فقط تو میتونستی همه اون اطلاعاتو در اختیار مونا بذاری و به کشتنش بدی. حالا هم داری همین کارو با حمید میکنی. برای چی؟ خودت خوب میدونی من اون بلا رو سر مونا نیاوردم. من فقط میخواستم از حمید بعدش بیاد. همین. جالبه. پس هنوز علاقه به حمید خان وجود داره. تو بازی خطرناکی رو شروع کردی. تو اینجور بازی ها یه اشتباه میتونه سر آدم به باد بده و تو اشتباه کردی. متاسفم من نمیتونم اشتباه کنم. تو حالت خوب نیست منصور. نه اصلا حالم خوب نیست. ببین من فکرامو کردم. هر جا که تو بگی میرم. بعدم که آبا از آسیاب افتاد تا هم پیش من. وقت با هم دیگه زندگی خوب شروع میکنیم. رویای قشنگیه. اما قشنگتر میشد اگه حمید خان میدونست عموش چی کار است و میومد ازش انتقام میگرفت. کلک اونام که قبلا کنده شده. اون وقت میشد با هم کلاسی سابق یه زندگی شیرین رو شروع کرد.
اینجوری رویایی تر نبود؟ چی داری میگی؟ من از حبیب متنفرم. عشقی که به طرف آلوده از خطرناکتره. مرضیه که برای مداواش یا باید بکشی یا کشته بشی. من عاشق تو بودم سریا، عاشق تو بودم. چیکار میخوای بکنی؟ همین کاری که دارم میکنم. من دیگر نمیتوانم این زندگی را تحمل کنم. من دیگر نمیتوانم این زندگی را تحمل کنم. من دیگر نمیتوانم این زندگی را تحمل کنم. نمیتوانم. من دیگر نمیتوانم.
سلام. چی شده؟ متن خودکشی و مونا تایپ نکرده رضا. یعنی چی؟ املای متن خودکشی با املای خاطرات مونا فرق میکنه. شما کی اومدین آقا؟ حق باشه مسلسل. نه خیر، آقای حکیمی اومده بودم. فکر نمی‌کردم باشید. چشم. ببخشید. تو جنایتکاری. تو باعث شدی دختر من خودکشی کنه. چرا حرف مفت میزنی مرد؟ کی دختر تو از دهن شیر کشید بیرون؟ اگه من نبودم فکر میکنی دخترت امروز زنده بود؟ مگه حالا زنده است نامرد؟ خیلی بی‌انصافی نادر، خیلی بی‌انصافی. خودت خوب میدونی که دخترت مشکل داشت، با همه جا سر میکشید، فضولی میکرد، با همه چیز و همه کس کار داشت، سرش درد میکرد واسه درد سر. تو منو وارد بازی کردی که من راضی نبودم. من به گردن تو حق داشتم. همون کار کثیفی هم که کردم به خاطر حقت بود. همون کاری که به خاطرش 100 برابر مزد گرفتی. امیدوارم اینه که یاد نرفته باشه که خیلی بیچشم و رویی میخواد. تو جنایت کردی منصور. شلوغش نکن نادر. خودت خوب میدونی اون قرصا مال مریضایی که دیگه امیدی به زنده بودنشون نیست. سرطان تا مغز و استخونشون نفوذ کرده. من فقط اونا رو از این زندگی نکبتبار نجاتشون دادم. تو مگه خدایی؟ مگه باید خدا باشی تا اینجور چیزا رو بفهمی؟ تو داری گناهتو توجیه میکنی. آره من جانم عذاب نکش. اگه به گناه باشه تو تا خرخرت آلوده شی جلو قاضی و معلق بازی. من لوت میدم. تو این کارو نمی کنی چون پای خودتم گیره. بعد از مونا زندگی برای من معنی نداره. حداقل اینجوری وجدانم راحته. تو احمقی. بله احمق بودم، ولی حالا میخوام جبران کنم. باید همه بفهمن تو چه آدم کثیفی هستی. همه تونو نابود میکنم. به خدا زندگی تو سیاه میکنم. کاری میکنم که هر روز 100 بار آرزوی مرگ کنی. برو بیرون، برو بیرون، گم شو.
عرض ارادت خانم. فرموده بودین که اگر تغییری در وضعیت مناجون پیش اومد شما رو بیخبر نذارم. حقیقتش من خوشبین نبودم، این در حد یه معجزه است. نادر؟ بله به اونم زنگ زدم. خواهش میکنم. خداحافظ. میگم خوب شد نامه آگاهی زود رسید وگرنه دکتر زیر بار این بچه بازی ها نمیرفت که. خب بقیهش همش همین بود، چیز دیگه ای نمیدونم. عمو منصور تعقیبش کن. عجیبه نادر هنوز نیومده. من قبل از شما باهاش تماس گرفته بودم. حتما یه جای گیر کرده، شاید هم خودش واسه دخترش خوشگل میکنه. دل دیگه هر گوشش یه جا گیره. من اگه دوست خانوادگی ام دلم یه ذره شده واسه دیدنش. فقط یه لحظه آقای مشکات، چون الان شرایطش اصلا برای ملاقات مناسب نیست. حتما خانم حتما، ما خودمون یه جورای اهل بخیه ایم. بفرمایید. خانم ایشون یه لحظه مناجون رو ببینن و برن، من برمیگردم. ممنونم خانم موسوی. مونا جون، منم عمو منصور. صدای منو میشنوی؟ آقا لطف کنین با مریض صحبت نکنید. سلام جناب صفان، لطفاً سریعتر. من فکر نمی‌کردم خودشو به این سرعت برسونه. باشه خون سرد باشی. نمیتونم. خواهش میکنم سریعتر. چی شده؟ بهتره اون کارو نکنی آقای مشکات، چون هیچ چیزی تغییر نمیکنه. چی کار میخوای بکنی؟ تا کجا میخوای بری؟ جلو نیا حمید. کاری با اون نداشته باشم، جرم سنگین تر میشه. جلو نیا حمید.
من یه بار اشتباه کردم، اونو از مرگ نجاتش دادم، اما این بار نه. همه بدبختیامون زیر سر این جوجه خبرنگاره. داشتیم زندگی بود میکردیم. زندگی؟ لابد شرافتمندانه نه؟ اسلحه رو بده به من. بچه نشو! جلابیایی میزنم بهت. حماقت نکن. حماقت نکن. بدش اون اسلحه رو بده به من.